امروز در ژاپن گرندسلم توکیو شروع شد که در این مسابقه با نفوذ از تاجیکستان 3 نفر اشتراک میکنند. در روز نخست سراول از ورزشکاران ما در وزن تا 73 کیلوگرم محمد رحیم سرخانov به رقابت کردن شروع نمود. در دور اول محمد رحیم با نماینده جزیره‌های باگام اندرو مانینگز روبرو گردید. محمد رحیم خیلی ساده و راحت توانست این ورزشکار جوان و کم تجربه را شکست بدهد و به دور بعدی رود. در دور دوم سرخانov با وطندار جودو کن اویاشی وارد رقابت شد. محمد رحیم سرخانov در رقابت مذکور نیز از حریف ژاپنی خودش یک سر و گردن بالا می ایستاد و از روی عدالت جودوکار ژاپنی در وقت اساسی کمش 2 شیده را باید صاحب میشد، چون که بارها از خط اساسی تاتامی بیرون میرفت، ولی داور رقابت باشد هیچ توجه به این عملها نمی نمود. رقابت مذکور به گلدن اسکو کشیده شد. در زمان طلایی رقابت داور به محمد رحیم سرخانov شیده سوم را نشان داد و راه او در همین دور در گرندسلم توکیو جمع بست گردید. کن اویاشی در این وضع برنده زینه سوم شد و نشان طلا را هم نماینده ژاپن سویچی هاشیموتو به دست آورد. در وزن تا 81 کیلوگرم سامان محمدبекov بر روی تاتامی برآمد. سامان در دور اول آزاد بود و رقابت را در دور دوم با نماینده برزیلیا گیلیرمو شمیت آغاز نمود. سامان در نیروسنجی مذکور خیلی فعال بود و حریفش با سبب کمکاری تا امتیاز 3 آگاهی گرفت و سامان به دور سوم راه یافت. در دور سوم سامان با میزبان مسابقه کنیا کوهارا دست به گریبان شد. کنیا کوهارا ابتدا با یک پرتاب خواست و ضربه بگیرد، ولی امتیاز به بار نآورد و تلاش نمود که تا سامان را در حالت آسایکامی نگه بدارد. همین کار را هم کرد و با دست آوردن امتیاز ایپون نماینده ژاپن به دور بعدی رفت و برای سامان باشد مسابقه مذکور در دور سوم جمع بست گردید. رقیب سامان کنیا کوهارا تا به فینال راهش را هموار کردن نشان طلا را به گردن آویخت. او در فینال هموطن خود تاکانوری ناگاسی را شکست داد. در روز دوم مسابقه مذکور امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلوگرم کشور ما را نمایندگی خواهد کرد.